سالهاست که ملل غیر فارس در اعتراض به سرکوب، دیکتاتوری، استبداد، استعمار و اشغالگری ایرانیان به پا خواستند. کلید آسیمیلاسیون و سیاست سلب و انکار هویت ملی کرد، بلوچ، عرب الاهوازی، ترک آذربایجانی، کاسپیانی، ترکمن و غیره را رضا مهتری پهلوی در انقلاب سفید خود زد و بعدها پسر و نوه‌هایش و تا به امروز همان سیاست را جمهوری اسلامی نیز البته با سیاق دیگری دنبال می‌کند. در چند روز گذشته رضا پهلوی نمایشی را با شرکت دوستانش در مقابل دوربین به اجرا درآورد و خود نقش رهبر را به شکل تمسخرآمیزی بازی کرد و انشای مکتوب شده را چنان دکلمه کرد که توانایی گفتن یک جمله را هم بدون نگاه کردن به برگه کاغذ نداشت. این نمایش به گونه‌ای اجرا شد که مخاطبان یقین پیدا کردند که مشاورانش و خود جناب دونکیشوت هیچ اطلاعی از وضعیت داخلی جغرافیای جعلی و ساختگی ایران ندارند. ایشان فکر می کنند که مردمان کنونی داخل جغرافیای جعلی ایران همان مردمان ساده بیگانه با تکنولوژی و علم دوران پدر و پدر بزرگش هستند که با معجزه تبدیل نفت به کاخ طلایی به آنها ایمان بیاورند. فکر نمی کنم که ملل غیر فارس دورانی را که ابرقدرت‌ها تصمیم گرفتند مهتر خود را حاکم بر این قلمرو کنند و یا ظلم و خفقان، سرکوب و فقر مطلق، زندان و اعدام و شکنجه و قتل عام در دوران زمامداری پدر و پدر بزرگ رضا پهلوی را از یاد برده باشند. جناب رضا پهلوی، شما هم فراموش نکنید که مردم و ملل تحت ستم در این جغرافیای ساختگی شما به نام ایران در انقلاب 57 جان خود را فدا نکردند که امروز مایل باشند با عبور از خشم و گلوله جمهوری اسلامی دوباره به چاه بیفتند. مگر می شود مردم آنقدر حافظه تاریخیشان ضعیف باشد که در انقلاب 57 برای چه و چگونه تاج و تخت پادشاهی پدر و خاندانتان را سرنگون و به زبالدان تاریخ انداختند؟ تاریخ به عقب بر نمی گردد. حداقل ملل غیر فارس دیگر مللی نیستند که برای گذار از دیکتاتوری جمهوری اسلامی به دیکتاتوری شاهنشاهی برگردند. برای ملل غیر فارس شماهای مجاهدینی رجوی، مشروط خواه و ملیگرا، شاهنشاهی و سلطنت طلب کراواتی به ظاهر دموکرات تفاوتی با دیگر اشغالگران ایرانی ندارید. تفاوت شما با جمهوری اسلامی تنها در ظاهر است نه در باطن. شما به جای عبا و عمامه تاج و کراوات بر تن می‌کنید، اما باطنتان همان تمامیت خواهی، اشغالگری و پان فارسیزم در قالب ایرانیت و به جای واژه جعلی امت واحده اسلامی ایران ملت واحده جعلی ایران را فریاد میزنید. اگر خمینی به نام دین و اسلام علیه ملت کرد فتوای جهاد علیه کفار صادر می کند، شماها به نام حفاظت از تمامیت ارضی ایران جعلی فتوای جهاد علیه استقلال طلبان ملل غیر فارس تحت عنوان تجزیه طلبی صادر می کنید. اکنون مردم آگاه تر شده و نحوه ساز و کار فریب و حیله شاه و شیخ را دریافتند که همانا خروجی آن را میتوان در شعار نه شاه و نه شیخ جستجو کرد. اگر به این شعار دل خوش کرده اید که عده‌ای به خاطر انزجار از خامنه‌ای و جمهوری اسلامی و ماهیت آخوند ستیزی پدر بزرگتان شعار رضا شاه روحت شاد را سر میدهند، سخت در اشتباهید و دچار توهم و خود بزرگ بینی شده اید.
چون اینان همان فارس و ایرانیانی هستند که همه ملل غیر فارس را تجزیه طلب و دشمن میپندارند. صرف این شعار نه از حب رضا شاه بلکه از بغض و عداوت با خامنه‌ای است. آیا واقعا درک نمی کنید بار منفی نهفته در این شعار را که خود را در ضرب المثل صدر رحمت به کفن دزد اولی نمایان می کند؟ رضا پهلوی و سلطنت طلبی در میان ملل غیر فارس و حتی در میان فارس‌ها و ایرانیان نیز جایگاهی ندارد، جز عده‌ای از اطرافیانش که در سایه ثروت این ملل که خانواده او با خود به تاراج برده‌اند و بودجه‌هایی که بابت تأسیس و تولد انجمن‌های پادشاهی، پیمان نوین، فرشگرد و غیره که بعد از مدتی رها می‌کند نفسی تازه می‌کنند و آن عده که شیرینی شهد حق العمل پاچخاری خود یا اجدادشان را خوش آمده، کسی دیگری مایل به بازگشت خاندان مهتری نیست. ملت‌های مقتدری که نوه رضا میرپنج سعی در عشایر و طوایف جلوه دادن آنها داشت، هیچگاه حاکمیت حکومت استعماری را تایید نکرده و به رسمیت نشناختند که جنبش‌های اسماعیل آقای سمکو، پیشوا قاضی محمد، شیخ خزعل، میرزا کوچه‌خان جنگلی، جعفر پیشوری، دوست محمد خان بارکزایی، عثمان آخوند و بسیاری دیگر مستندی است دال بر این درخواست همیشگی و بر حق این ملت‌های غیر فارس که شما فارس‌ها بر خاک و خون این ملل به نام ایرانی خاک و سرزمینشان را اشغال کرده اید و ایرانی جعلی بنیاد نهاده اید. هر غیر فارسی خواهان حفظ تمامیت ارضی جغرافیای جعلی ایران یا بازگشت شما و سلطنت شاهنشاهی باشد، بدون شک با همان جاش و مزدوری که اکنون برای جمهوری اسلامی سینه سپر کرده است تفاوتی ندارد. اما نکته جالبتر این که دموکراسی که رضا پهلوی و تمام به اصطلاح اپوزیسیون ایرانی و تمامیت خواه از آن دم میزنند کاملا متضاد با حفظ تمامیت ارضی ایران جعلی است، چرا که اراده آزاد این ملت‌ها رهایی از زیر سیطره استعمار و تشکیل حکومت و دولتی برآمده از ملت خود آنهاست. فراموش نمی کنیم که مهمترین رهاورد مشترک دوران شاه و شیخ یکسانسازی فرهنگی، ملی، جغرافیایی، زبانی به زور اسلحه، سرکوب و شکنجه و قتل عام مخالفان، عدم وجود آزادی بیان، تمرکز و تعلق ثروت به قشر خاص، آسیمیله کردن دیگر ملت‌ها، جعل تاریخ، ارتقای تقدس فقر و ترویج جهل بوده و خواهد بود. از این میان نمونه ساده میتوان به برداشتن حجاب از سوی شاه و برقراری حجاب اجباری از سوی شیخ شد. بحث آسیمیلاسیون فرهنگی در دوران رضا شاه پهلوی مساوی است با نسل کشی، فقط با این تفاوت که به جای کشتن و حذف فیزیکی اقدام به حذف و جعل فرهنگی و نابودی هویت مستقل به نفع هویت فارسی کردند. حال نوه همان شخص در حالی که هیچ اختیارات رسمی حکومتی ندارد، تفکرات و عقایدش ادامه دهنده همان راه و طرز تفکر است. لذا از آنجا که فقط شکل ظاهری شما متفاوت است، اعتراض و طرد رژیم کنونی ایران به معنای اعتراض و تمدید خشم دوباره علیه شما و پدران دیکتاتورتان است. در پایان یک بار دیگر تأکید می‌کنیم که ما به عنوان ملت کردستان عزممان را جزم کرده ایم که خودمان با دستان خودمان سرنوشت خود را تعیین کنیم و تا رهایی از استبداد و اشغالگری به مبارزه بر حقمان پایبند خواهیم بود و تا رسیدن به استقلال و آزادی از هیچ روش و شیوه دفاع از خود، چه مسلحانه، چه مدنی و چه سیاسی
دست بر نخواهیم داشت.